یکی پیش مولانا آمد گفت که دلگیرم. مولانا گفت همه دلگیری ها از دل دادن هاست. حتما به یه چیزی که نباید دل بدی دل دادی. هر چیز این دنیا محکوم به زواله، هر چیز این دنیا ضعیفه در مقابل ذات قوی الله تعالی. وقتی به چیز ضعیف دل میدی دلت هم ضعیف میشه. وقتی به چیزی که محکوم به زواله باید از بین بره. من یه حبابی گرفتم کف دستم، یه عجب حباب قشنگ، من به این دل دادم، همه زندگی مینه، اینو دیگه این همه هستیمه، این فلانه، یه دفعه این میتره. بعد چی شد؟ دل منم برابر همین حباب میتره که همین قده. تو دل به هر چی بدی تو همویی، بنده آنی که در بند آنی، بنده هر چیزی هستی که در بند اون هست.